چرا؟ به خاطری که شما تینتی پاک نداری، عقیده درست نداری. از همون خاطر از شما جز از فساد دیگه چیز دیده نمیشه. از همون خاطر است مردمای نااهل که در وظیفه میرسه که دین و عقیده نداره، باز میبینی که ظلم است، رشوت است، نعوذ بالله، چیست، زورگویی است، شرابخوری است، سودخوری است، جاگیرداری است. اینی کارا شروع میشه. چرا؟ به خاطری که عقیده درست نداره. بله کسی که عقیده درست داشته باشه در هر نکته خوف از الله داره، خلاف فرمان الله و دستور الله قدم خدا کج نمیمانه. اولئک الذین لعنهم الله، مردمایی هستند که الله دور کرده یاره از رحمت خاص خود. فاصمهم، کر ساخته یاره که گپ حق نمیشنوه. و اعمی ابصارهم، کور کرده الله چشم و نظرایشانه که راه حق دیده نمیتونن که یا بشنون. یعنی دلایلی که اسلام میگه که مکمل درست است، انسان بالکل قناعت میده، بر ازم گوش نمیمانه. هر روز ترقی و پیشرفت مسلمان را یا به چشم سر میبینه، خو لیکن خود کور ساخته. امی منافقین. افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمیکنه، تفکر نمیکنه در قرآن کریم، ارزیابی دقیق نمیکنه در آیات قرآن کریم که برنامه ها و گفته های قرآن کریم چقدر واقعیت داره، چی نتیجه را به بار میاره، چی پیام داره، به کدام سرنوشت حاملین قرآن مبتلا میشه، گرفتار میشه. این را تعامل میکرد. ام علی قلوب اقفالها، بلکه بالای دلهایشان اقفالها، قلفای دل است. دل قلف نداره، خو لیکن یا انابت نداره، تمام دروازه های تفکر و قلب خود بسته کرده، حقایق نمیشنوه، دو تفکر نمیکنه. از این خاطر در اینجا الله تبارک و تعالی رد میکنه بالای منافقین که شما در پالیتان قرآن تلاوت میشه، با این کتاب الله سر و کار داره، لیکن اجازه کتاب الله بهره ورداری نکرده. لااقل حقانیت دین اسلام خو حتما در ذهنتان باید جا میگرفت. میفهمیده که قرآن واقعا کتابی است که جامع است از تمام مقاصد و ضرورات آن چیزی که بشر برش ضرورت داره دنیا و آخرت. قرآن واقعیت ها را بیان میکنه، هم احکامش استوار با دلایل موافق فطرت، معقول، همه چیزش. لیکن از شما از قرآن فایده نگرفته، تدبر نکرده. مذمت منافقین الله به عدم تدبر قرآن بیان میکنه. از او خاطر مفسرین نوشته میکنه و تعداد از مسلمانانی که قرآن کریم خانه هایشان پر است، 10 جلد، 5 جلد و 6 جلد قرآن کریم در خانهش وجود داره، لیکن تدبر در قرآن نمیشه. از هدایات قرآن، دستورات قرآن در خانهش هیچ چیز دیده نمیشه. نه حجاب است، نه نماز است، نه روزه است، نه تقوا است، نه ایمانداری قوی است. شرک است، بدعت است، فساد است، فسق است، نعوذ بالله، معصیت است، نافرمانی است. اینمی مردم عیناً مثل اینمی مردم واری است که تدبر در قرآن نکردن، نعوذ بالله. امروز تدبر در قرآن، حتی تلاوت قرآن وجود نداره، تو پشت تدبر میگردی. باز خود محبین قرآن میدانیم، جان خود شهید میکنیم که چرا در میده. چرا در میده؟ تو یک دفعه با قرآن چی تعظیم کرده؟ در قلب خود قلفا را انداخته، یک روز در قرآن تفکر نکرده، یک روز در درس قرآن ننشسته که قرآن چی پیام داره، برای چی آمده. بری از عوام پرسان کنی قرآن چی میدانه؟ کتاب ثواب. خلاص دیگه قرآن کدام کتاب نیست، نه قانون است، نه برنامه زندگی است، نه هیچ چیز نیست. قرآن چی میدانه مردم؟ بگوی کتاب مرده، کتاب مرده میدانه، دیل اسقاط با مانده شود. قرآن چی میدانه؟ بس دیگه دیایش بار بار گفتم، تکرار خوب نیست. از او خاطر تدبر در قرآن نمیکنه. ان الذين ارتدوا، کسانی که برگشتن علی ادبارهم، در پشت سرشان، من بعد ما، یعنی دین قبول نکردن، من بعد ما تبین لهم الهدى، پس ازی که واضح شده برشان الهدى، راه راست دین برش واضح شد، حقانیتش واضح شد، بازم ای را ترک میکنه، راه غلط در پیش میگیره. الشیطان سول لهم، شیطان برشان مزین کرده، آسان کرده، لهم برای از یا ارتکاب همی گناه ها را، نعوذ بالله، اعراض. و املا لهم، وعده های دراز برشان داده، آرزوهای خیلی چیسته، دراز برشان داده. شیطان بر از جا میگه خیر است آلیده ترجمه قرآن نرو، باز دیگه وقت برو، ما اینطور بگه. یا گناه ها را برش آسان کرده، یعنی مزین کرده، گناه برشان خیلی آسان معلوم میشه. اینی مردم هست که اصل حقیقت دین قبول نداره. چرا؟ دین پابندی است، دین تو را در چوکات داخل میکنه، کل برنامه تا منظم و دقیق میسازه.
تو نیست که خود سر باشی هر طرف حرکت بکنی. نه، دین اینطور یک چوکاتی هست که دیگه تو را نمیگذاره این طرف و طرف بری، از امو خاطر یا دیگه طرف میره. شیطان هم امو را برش آراسته میکنه. ذالک بانهم قالوا، به خاطری است که مردم ها گفتن للذین کرهوا، برای کسانی که بد میدانستند ما آن چیزی را نزل الله که الله روان کرده بود. چی گفتن؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ما اطاعت میکنیم، فرمانبرداری میکنیم امرای شما در بعضی امور، یعنی قطع شما هم دست میشیم برای محو کردن اسلام. همین منافقین مدینه است. برای کفار میگفتن، کفار خو کسانی بودن که ما نزل الله را بد میدانست قرآن، چرا در قرآن توحید زیاد بیان شده بود و بسیار نفرت داشتن، سخت اراس داشتن، چیستا بد میدانستن قرآن. امی منافقین برای ازوا گفتن در بعضی امور اطاعت شما را میکنیم، نقشه ها را طرح میکنیم برای محو کردن اسلام. الله میگه تاکیه والله یعلم اسرارهم، الله میدانه رازهای از یاره، پوشیده سنجشا و نقشه ها که طرح میکنه کلش الله میبینه. کجا خدا پنهان میکنیم؟ فکیف اذا توفتهم الملائکه، چه قسم باشه حالش ای مخاطب مردم که یک دفعه حالی از یار آدم ببینه. دو وقت، در کدام وقت؟ دنیای تخو بینمی رقم، گاهی دو طرف خزدی، گاهی دو طرف در دل عقده ها علیه اسلام بود. حالی چطور میشه؟ ذالک فکیفه، چه قسم باشه حالی از یا اذا توفتهم الملائکه، در آن وقتی که قبض روح میکنه یارا ملائکه، یضربون وجوههم، بر رویشان زده میره و ادبارهم در پشت سرشان. چرا؟ در وقتی کشیدن روحشان. ذالک بانهم اتبعوا، ای بخاطری است که یا تابعداری کردن ما از آن چیزی که از خطا الله به خشم آورد الله تبارک و تعالی را. در خشم چی آورد؟ این منافقین یک طرف اظهار ایمان کردن، مال خدا، جان خدا، اولاد خدا مسئول کردن، خطی مسلمان ها یک جا شدن، از تمام نعمت های اسلام بهره‌ورداری بیرونی کردن. لیکن تابعداری کردن از آن چیزی که الله را به خشم آورد. الله را به خشم آوردن نعوذ بالله دسیسه جور کردن با کفار است. الله را به خشم آوردن هر عمل و کوششی که برای محو اسلام طرح میشه انجام داده میشه، این موجب سخط و غضب الله است. امروز مسلمانان ما که بنام 1000 دفعه در بیت الله برن، ولی قط یهود و نصارا نعوذ بالله نقشه ها را طرح کردن علیه محو اسلام. این مردم خدا مؤمن نگوید، این مردم خدا نگوید که ما نجات پیدا کرده رایستیم. والله یعلم چیستا اسرارهم، الله رازای از یاره، نیتای شومی از یاره، برنامه های غلطی از یاره الله میدانه. به کعبه رفتن انسان خلاص نمیشه، به این جماعت در مسجد آمدن انسان خلاص نمیشه. ایمان از تو تقاضاهای دیگر داره، تقاضای خیلی مهم. آن چیزی که سبب سخط الله میشه او را باید انجام ندی. دوستی با کفار نکنی، روابط جگری و دوستی جگری قطع از وان نکنی، بتانه نگیریشه. او تو در هر قدمت بدونی امر و فرمان از او چی نمی کنی؟ ای بالکل قطعا دین این میره میگه. ذالک بانهم، بخاطر عزیز کی مردم اتبعوا تابعداری کردن ما از برنامه ها از خطا الله به خشم آورد الله را، و کرهوا رضوانه، بد دانستن رضامندی الله تبارک و تعالی را. یعنی چیزی که سبب رضامندی الله بود او را یا بد دانستن نعوذ بالله. رضامندی الله دا چی بود؟ فرمان برداری نظام الله، تابعداری پیغمبر. فاحبط اعمالهم، پس ضایع ساخت الله کارا و کردارشان، همه کوششانشان قطع خاک یکسان کرد، در مقصد هم نرسان. دیگه اعمال نیکی از یارم الله برباد ساخت. چرا؟ که یا پلان و نقشه را علیه اسلام طرح کرد به امرای کفار نعوذ بالله، وارد دوست گرفتن، قطع از وا یک جا شدن. بر رضامندی الله کار نکرد که او ترقی اسلام بود. ام حسب الذين في قلوبهم مرض، آیا گمان داره کسانی که در قلبایشان مرض نفاق است، شک و تردد تعالی را در مورد اسلام داره نعوذ بالله، الا یخرج الله ادغانهم، که الله هرگز بیرون نمیسازه ادغانهم کینه های از یاره، کدام دشمنی و کینه توزی که با اسلام داره. یا اینطور فکر میکنه که همینطور مرموز باقی میمانه، پنهان باقی میمانه؟ نه، فکر میکنه که الله یارا بیرون نمیکنه، اتو رسوا کنه تانا، اتو رسوا کنه، اینیال افشا میکنه تانا الله تبارک و تعالی. ولو نشاء لاریناکهم، الله میگه اگر ما میخواستیم لاریناکهم، خامخا نشان میدادیم تو را پیغمبر علیه السلام هم امی منافقینه که چی میکنه، به طور عمومی نشان میدادم تا، لیکن به طور عمومی نشان نمیده.
چرا نشان نمیده به طور عمومی؟ الله میتونست نامهای منافقین مکمل برای پیغمبر میگفت. از بعضی را خودی پیغمبر گفت، 6 نفر علیحده بیان کرد، 1 نفر علیحده نامایش گرفت. خب به نام الله تبارک و تعالی به پیغمبر نشان نداد. اگر میگفت باز پیغمبر متهم میکرد، میگه از روی دشمنی ما را میگه که منافق است. خب وقتی که قرآن صفت از یاره در داخل یک چوکات بیان میکنه، آلی دیگه تهمت سری پیغمبر زده نمیتونه که قطعا دشمنی داره. این صفت در تو دیده میشه. امی دستور قانون قرآن است که هر کس، هر شخص، هر طایفه، هر قوم در داخل چوکات صفت ذکر میکنه. ما به دوستای خود همی توصیه داریم کسی را نگه فلان کافر است، فلان مبتدع است. همیشه نام نگیری. از همون خاطر در تلویزیون نام گرفتن که فلان طایفه، نام به نام ذکر نکنی، به صفت ذکر کنی، در داخل چوکات بیاریشه. داخل چوکات کدام است؟ هر کس که بغض با صحابه داره، صحابه را مرتد میگه او از غیر الله امداد طلب میکنه، هم مشرک است. اگر توستی، اگر مستم، اگر هر کس است، هر کس کی است. قرآن بیان منافقین به می شکل میکنه، ما را درس میده که به نمی سیستم بیان بکنی. بعضی برادرای ما نمیفهمه دستی فلانی طایفه چطور است فتوا داده رو است. نه، یکی خود فتوا شده میتونه غلط شوی، همون رقم نباشه. اگر فتوا را در داخل چوکات اوصاف میدی، هیچ گناهگار هم نمیشی. هر کس که دشمنی با دین داره، ما نمیگیم که فلان، هر کس که دشمنی با دین داره، نیت فاسد داره، چاپلوسی با یهود و نصارا و کافر میکنه، قطع از وا سازش‌ها و نقشه ها را طرح میکنه علیه اسلام، و از دین چیست؟ برآمدگی است. حالی دیگه ببینیم اگر کسی هست، اگر نیست، او با ما تعلق نداره. بالکل دیگه هر کس میدانه قانون امیست. قرآن همیطور قانون بیان میکنه. اما علمای ما که یک تعدادش همیطور ناما را میگیرن، نام مشخص باید گرفته نشود. قرآن کریم حتی منافقین به پیغمبر علیه السلام میگه اگر من میخواستم تو را نشان میدادم، خب لیکن طور نکردم که عموما تو را نشان بدم. فلا عرفتهم بسیماهم، خامخا تو میشناختی همی منافقین بسیماهم، به نشانه هایشان، امو نشانه ها را که براتان واضح میکردم. خب بله، نشانه های دیگری را بری تو پیش میکنم که مکمل شناخته میشه. ولا تعرفنهم، خامخا آینده تو خواهی شناخت، فی لحن القول، در طرز سخنش که چقدر داد از اسلام میزنه، دلسوزی از اسلام از ظاهر میکنه، میبینیشه. لیکن میدان عمل که بیا 1000 بانه را جور میکنه، او طرف چرتی که خدا از میدان میکشه، باز تو را در دن قطعی میکنه. همون طور است. ای لحن قول میشناسی شاره. والله یعلم اعمالکم، الله میدانه اعمال شما را، یعنی از مجموعه مؤمن و کافره که شما در کدام اراده کار میکنی و در کدام اراده کار میکنه. الله میگه آینده براتون نشان میدیم چه رقم. ولنبلونکم، خامخا شما را در امتحان قرار میدیم، حتی نعلم المجاهدین، تا ای که ما ممتاز بگردانیم، ما بدانیم ظاهرا عملا در بیرون، اگرچه در علم الله خود کلگی معلوم است، در بیرون معلوم کنیم، ممتاز بسازیم. کی را؟ المجاهدین، کسانی که جهاد کننده است، منکم، از جمع شما، واقعا مؤمنی واقعی است جهاد میکنه، و الصابرین، ممتاز کنم و کسایی که تحمل و برداشت مشقت و تکلیفا را میکنه، خود تسلیم قانون کفر نمیشه، خود محتاج کافر نمیکنه، بیغیرتی نمیکنه، دختری خود در پیش کافر روان نمیکنه، خود چاپلوسی با کافر نمیکنه، تحمل میکنه. خیر از زندگی با کچالو نان خدا میخوره، خب بلدنگا خوراکای قوی را نمیخواه، بلدنگا نمیخواه، موترای کلان نمیخواه، قرا فقیری زندگی میکنه، دال پیدا میکنه، سرش گزاره میکنه. از او خاطر بعد از مجاهدین صابری نمیگه. و نبلو اخبارکم، امتحان میکنم حالات شما را که چه حالتا سرطان میآید. ایر الله میگه من کلش امتحان میکنم، ارزیابی میکنم در کدام حالت قرار دارید، چی میکنه. الله اکبر. ای تو آیاتا را آدم بشنوه و بازم قدم میزنی، صبح میخیزی و بیگاه میری، و بعد از او چطور وانمود میکنی خدا مسلمان؟ ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام توحید الله و برنامه های الله، و صدوا عن سبیل الله، منع میکنه از راه الله، خدا هم منع میکنه، مردمای دیگر هم منع میکنه که در دین اسلام بیا، قانون اسلام نافذ شوه. و شاق الرسول من بعد ما، او مخالفت کردن،
شق کردن یعنی جدا شدن از برنامه پیغمبر، مخالفت کردن از برنامه پیغمبر. من بعد ما تبین، پس از اینکه برایشان واضح شد، لهم برای از الهدی هدایت، راه هدایت بالکل واضح شد به تشریع پیغمبر علیه السلام. ترقی را هم دیدن، صداقت پیغمبر هم دیدن، بازم راه مخالفت را پیش گرفت. لا یضر الله شیئا، هرگز ضرر بر الله رساندن نمیتونه. هر قدر مردم که با کفار یک جای شود، دین الله دین است، الله حفاظتش میکنه. و سیحبط اعمالهم، خلیکن توسطی کارایشان، اعمال نیکشان مکمل برباد شده. اگر او زکات است، نماز است، حج است، هر عمل نیکشان که است. چرا؟ به خاطری که تو هم کار شدی رفتی نعوذ بالله خدا هم نکردی از راه الله و همکاری هم کردی با او کسایی که مخالفت دین الله را کرده، مخالفت پیغمبر را کرده، خلاف پیغمبر را گزیده، قطع از یک جای شدی، اعمال مکمل از بین میره، مکمل. و سیحبط، زود است که باطل علاق بسازه، برباد بسازه اعمالهم، عملای تور مردم را. چرا؟ نصرت دین الله را نکرده، مخالفت. در اینجا پس از اینکه برش معلوم شود بعد ما تبین لهم الهدی، مخالفت پیغمبر، ملا صاحبا باید وقتی که در حدیث معلوم شود که این موضوع در حدیث پیغمبر ثابت است لیکن در مذهب ما بالکل خلاف ازیست، آلی هم پشت مذهب روان است، در اینمی گپ داخل است، چرا که مخالفت پیغمبر کرده. پس از اینکه برش بالکل علم حاصل شده که حدیث پیغمبری طور نیست، لیکن بازم رعایت و لحاظ کی را میکنه؟ مذهب میکنه، از حدیث پیغمبر نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، اطیعوا الله، از مخاطر الله میگه ای کسانی که ایمان آورده شما مامور هستی به اطاعت از کی؟ اطیعوا الله، اطاعت الله را بکنی، دستورات که روان کرده، احکامی که روان کرده با سر و چشم بپذیره، دلایلی که بیان کرده مکمل از پیشش فایده بگیره، داستانا را بیان کرده. و اطیعوا الرسول، اطاعت کی را بکنه؟ پیغمبر الله را بکنه. اینطور اطاعت پیغمبر، اگر اطاعت کسی دیگه در مقابلش واقع میشه بالکل اطاعت پیغمبر باشه. از او خاطر میگه ولا تبطلوا اعمالکم، شما باطل نسازی عملایتان، به طبیعت و خواهش خود رفتار نکنه. چرا؟ عملتان مکمل ضایع است. عمل وقتی قدر و قیمت پیدا میکنه که به نقشه و روش کی باشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و همین معنای محمد رسول الله است. لا اله الا الله پذیرفتن نظام الله است. محمد رسول الله چیست؟ عمل کردن به نقشه رسول الله است که دستورات الله را به نقشه پیغمبر عملی میکنم. اینی معنایش است. لیکن ما امروز چی میکنیم؟ بدعتا را کشیدیم به مردم، موجب ثواب میدانیم، و به مردم خود شارع مقرر میکنیم. نعوذ بالله. شارع بدعت علی میفهمی؟ بدعت کشیدن خود شارع مقرر کردن.